الله الرحمن الرحیم. در درس 14 در قسمت دومش هستیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم اسم الخالق و الخلاق الله را چه قسم معرفی میکنه. دو نام الله هست، الخالق و خلاق. رسول الله صلی الله علیه و سلم رئیس موحدین، قائد المجاهدین، اول داعین الاسلام. یعنی رسول الله صلی الله علیه و صفات بسیار عالی هست. رسول الله هست، رهبر مجاهدین است و رسول الله صلی الله علیه و سلم یک موحد هست که تمام نقاط توحید توضیح کرده و تشریح کرده و عمل کرده. میبینیم که در قسمت اسم الخالق و اسم الخلاق الله رسول الله صلی الله علیه و سلم چی عمل کرده و ما و شما طور اسوه خود میدانیم چه قسم باید از آنچه که رسول الله صلی الله علیه و بیان داشته استفاده بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلی الله علیه و سلم و علی آله و صحبه اجمعین. اول رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که خالق ذات با عظمت است که به خاطر خلق نمودنش بر از او عبادت میشه و سجده میشه. امام مسلم رحمه الله روایت میکنه در صحیح مسلم عن علی بن ابی طالب رضی الله عنه. علی بن ابی طالب رضی الله تعالی عنه میگه که عن رسول الله صلی الله علیه و سلم و اذا سجد قال، علی رضی الله عنه میگه وقتی رسول الله سجده میکرد چی میگفت؟ اللهم لك سجدت، یا الله تو خالق ما هستی، تو رب ما هستی، تو الله هستی، مستحق عبادت هستی. لك سجدت، یا الله بر تو سجده کردم. و بک آمنت، و به تو ایمان آوردم. و لک اسلمت، و بر تو اسلام آوردم و تسلیم شدم. سجد وجهی، سجده کرد روح من، للذی خلقه، و او ذاتی که او را خلق کرده. برای انسان مسلمان سر خود انحنا یعنی کنک خم کردن، رکوع زیاد خم کردن، سجده بیخی به زمین گذاشتن، این عبادت ها را فقط برای کی میکنن؟ به الله میکنن. رسول الله چی میگن؟ سجد وجهی للذی خلقه، وجه ما، سر ما، روح ما سجده کرد برای کی؟ با او ذاتی که ایره خلق کرده، مستحق عبادت است. و صوره، او را تصویر کرد. ای چشم مرا، ای بینی مرا، ای زبان مرا، ای چهره مرا، ایره کی تصویر کرده؟ الله که رب العالمین است. او مستحق چیست؟ برش سجده میکنیم. و شق سمعه، و باز کرد سمع از او را، و بصره، و چشمای از او را. اگر گوشای ما پاک می بود، چشمای ما بند می بود، بسیاری از چیزها و نعمت ها را استفاده کردن نمیتونستیم. پس او ذاتی که برای ما گوشهای ما را باز کرد و هر چیز میشنویم و چشمهای ما را باز کرد. تبارک الله و احسن الخالقین، با برکت است الله که احسن الخالقین است. یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم در سجده خود عظمت الله را و خالقیت الله را و مستحق بودنش که مستحق سجده هست بیان میکنه. و ما و شما در هر نماز خود با سبحان ربی الاعلی همین رو بگیم اللهم لك سجدت و بك آمنت و لك اسلمت، سجد وجه الذي خلقه و صوره و شق سمعه و بصره، تبارک الله و احسن الخالقین. این توحید عملی هست که در هر سجده خود ما و شما وحدانیت خالق متعال که خلق کننده تمام کائنات است و مستحق عبادت است، این در هر سجده خود این میگیم. و این سجده ما شکل عملی توحید است که برای ما رسول الله صلی الله علیه و سلم تعلیم داده. دوم، الخالق ذات با عظمتی که در دعا به خالقیت او اعتراف میشه و از او مغفرت خواسته میشه. یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما شما تعلیم میده. امام بخاری رحمه الله روایت میکنه عن شداد ابن اوس رضی الله عنه، میگه شداد ابن اوس رضی الله تعالی عنه فرمودن عن النبی صلی الله علیه و سلم که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن که سید الاستغفار، سید استغفار یعنی مقدمترین و بهترین استغفار کدام هست؟ ای هست ان تقول، ای که تو بگوی اللهم انت ربی، یا الله تو رب ما هستی. یعنی رب چی مانا؟ خلق کننده ما، روزی دهنده ما، شفا دهنده ما، زنده کننده ما، میراننده ما، تعیین کننده شریعت بر ما. یا الله تو هستی، اللهم انت ربی. لا اله، نیست هیچ معبودی که معبود به حق باشه و مستحق عبادت باشه
الا انت، بغیر از تو یا الله. که الله سخن میگی، رسول الله صلی الله علیه و سلم سخن میگه و ما و شما هم باید اسوه خود رسول الله صلی الله علیه و سلم بگیریم. در اذکار صبح و شب ما و شما میگیم اللهم انت ربی لا اله الا انت خلقتنی، یا الله تو مرا خلق کردی، من اعتراف میکنم که خالق من تو هستی، و انا عبدک، من بنده تو هستم، تو خالق من هستی، بناء مستحق عبادت هستی و من بنده تو هستم، من خلق کردی، و انا على عهدك و وعدك ما استطاع. یا الله با اون عهدی که با تو کردیم و عهدی که به امرای ما کردی و وعدی که ما به اونمو استاد هستم، ما استطعتم، به اندازه توانایی خود. اگر کدام وقت از پیش اشتباه میشه یا الله تو مغفرت بکن، چون ما انسان هستیم، از پیش ما بسیار اشتباهات و غلطی ها میشه، لکن سعی و تلاش میکنیم که به عهد و وعده الله سبحانه و تعالی همیشه تعهد میکنیم و تسلیم باشیم. لکن انسان است، نفس اماره به سو داره و شیطان هست و خواسته ها هست و دشمنای انسان که شیطان های انسانی و جنی هست که ببینید چیزهای فحشا و منکرات و بدی ها و زشتی ها را 24 ساعت بر انسان پیش میکنن. پس انسان گناهکار میشه. از این خاطر در دعای خود میگه انا علی عهدک و وعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت. یا الله ما به تو پناه میبرم از شر آنچه که ما کردیم. چی کردیم؟ گناه کردیم، اشتباه کردیم، غلطی کردیم، چشم خدا منفی استعمال کردیم، گوش خدا منفی استعمال کردیم، اعضای بدن خدا منفی استعمال کردیم. یا الله به تو چی میکنم؟ به تو پناه میبرم. ابو لک بنعمتک علیک، به نعمتهای تو اعتراف میکنم. چقدر نعمتهای زیاد است. هر عضو بدن ما که هست این کلش نعمت از نعمتهای الله هست. آسمان، زمین، اکسیژن، آب، کل از این نعمتهای الله هست. یا الله به این نعمتهای تو اعتراف میکنم و ابو لک بذنبی، و یا الله با گناه های خودم اعتراف میکنم. من بسیار بنده گناهگار و عاجز هستم، بسیار از پیشم غلطی شدن، فاغفر لی، پس مرا مغفرت بکو یا الله. فانه لا یغفر الذنوب الا انت، یا الله بغیر از تو کسی دیگه یه مغفرت کردن نمیتونه، نه ملائکه، نه پیغمبر، نه اولیاء، نه هیچ کس نمیتونه که مغفرت بکنه، فقط تو هستی. سکر رسول الله صلی الله علیه و چه قسم توحید درس میده که هیچ کس نمیتونه بغیر از الله چی کنه؟ بغیر از الله سبحانه و تعالی مغفرت بکنه. فانه لا یغفر، یعنی رسول الله برای ما درس میده که من که پیغمبر هستم مغفرت کردن نمیتونم. این دیگاه خود بیش از پیغمبر که بسیار پایین هست. یعنی اگر انسان عقل خود استفاده بکنه و ببینه که رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما و شما چه قسم تعلیم میده. اعوذ بک من شر ما صنعت ابو لک بنعمتک علی و ابو لک بذنبی فاغفر لی، پس مرا مغفرت بکن یا الله. فانه لا یغفر الذنوب الا انت، پس یقینا که مغفرت کردن نمیتونه گناه ها را مگر تو. قال و من قالها من النهار موقنا بها، باز رسول الله صلی الله علیه و آله تعلیم میده، میگه اگر کسی در روز امی دعا را بکنن، امی استغفار را بکنن و به یقین داشته باشه که الله خالق است و الله هست که رب است، الله ذات است که مستحق عبادت است و الله هست که خالق ما هست و ما بنده از او هستیم و با عهد و وعده الله به اندازه توانایی خود استاد هستیم، با الله پناه ببرن و به نعمتهای الله اعتراف بکنن و از الله مغفرت بخواین. میگه اگر کسی اینو بگویه و به آنچه که دیگه آمده یقین داشته باشه، فمات من یومه قبل ان یمسی، پیش از اینکه دیگر بکنه و شب بکنه، اگر دمی طول روز فوت میکنه، فهو من اهل الجنه. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه ای از اهل جنت است. سبحان الله، چقدر خوب است که ایره هر صبح و هر شام. و من قالها من اللیل، باز رسول الله صلی الله علیه و سلم درس میده که اگر ایره که از شب بگه و هو موقن بها، دمی یقین داشته باشه، فمات قبل ان یصبح، فوت بکنه پیش از اینکه صبح بکنه، فهو من اهل الجنه، این از اهل جنت. سبحان الله. این حدیث که صحیح البخاری روایت کرده. دیگه رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که الخالق، خالق ذات با عظمت است که به اندازه تعداد مخلوقاتش، به اندازه بزرگی عرشش، به اندازه تمام از اینا چی میکنه؟ به او حمد و ثنا گفته میشه. امام مسلم رحمه الله روایت میکنه، میگه عن جویریده، جویریده یکی از ازواج مطهرات رسول الله صلی الله علیه و سلم، یکی از مادرهای ما و شما هست و ازواجه امهاتهم، همسرای رسول الله صلی الله علیه و سلم مادرهای ما و شما هست. پس این جویریده هم مثل بی بی عایشه و مثل بی بی حفصه و مثل بی بی خدیجه و اینا
این مادر ما و شماست. جویریه رضی الله عنها چی میگه؟ میگه ان النبی صلی الله علیه و سلم خرج من عندها بکرتا، میگه یک روز صبحکی وقت رسول الله صلی الله علیه و از پیشش خارج شد حین صلاه الصبح، وقتی که رسول الله صلی الله علیه و نماز صبح را خواند و هی فی مسجدها و جویریه رضی الله عنها میگه در جایی که عبادت میکرد در اونجا قرارش بود، ذکر میکرد و چی میکرد؟ ثم رجع بعد اضحى، میگه رسول الله صلی الله علیه و در وقت اضحى مثلا تقریبا ساعت 8 9 بجه روز آمد و هی جالسه و بی جویریه مادر ما شما قرار ششتا ذکر عبادت میکنه. فقال، میگه رسول الله صلی الله علیه و ما زلت على الحال التي فارقتك عليها، میگه تو هنوز هم به مو حالت هستی که من از تو جدا شدم؟ قالت نعم، بله به مو حالت ما قرار اینجا ششتیم و ذکر و عبادت میکنیم. قال النبی صلی الله علیه و سلم، رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه لقد قلت بعدك 4 کلمات، میگه بعد از دو وقتی که رفتم 4 کلمه را گفتم، 3 مرتبه، 3 مرات، 3 مرتبه، همین 4 کلمه را 3 مرتبه گفتم. لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن، اگر این وزن بکنی با آنچه که تو گفتی به اندازه وزن از اینا میشه. او چی هست؟ سبحان الله و بحمده عدد خلقه و رضا نفسه و زنت عرشی و مداد کلمات. یعنی رسول الله میگه 3 مرتبه کی رو بگویی به اندازه از که تو دیگه از وقت صبح تا 9 بجه شیشتی عبادت میکنی، به می اندازه این ارزش داره، به این اندازه وزن از هست. این چی معنا میده؟ سبحان الله و بحمده، یعنی الله سبحانه و تعالی پاک است و حمد و ثنا و صفات، تمام صفات عالی مخصوص الله هست. به چی اندازه؟ که میگه عدد خلقی، به اندازه مخلوقاتش. یعنی سبحان الله و بحمده به اندازه مخلوقاتش. چقدر است مخلوقات الله؟ بسیار زیاد است. به اندازه همین مخلوقات سبحان الله و بحمده. و رضا نفسه دیگه چی؟ یعنی سبحان الله و بحمده به اندازه که ذات الله را راضی میسازه. یعنی هر قدر زیاده که الله را راضی میسازه، به مو اندازه حمد و ثنا و صفات برای الله سبحان الله و بحمده. و زنت عرشی، و همچنان سبحان الله و بحمده به اندازه وزن عرش الله سبحان الله. عرش الله بسیار بزرگ است، آسمان ها و بالا که میری بالای از اینا عرش الله است و این عرش الله کل از اینا را پوشیده. پس چقدر بزرگ است؟ به اندازه عرش الله به الله تسبیح و حمد سبحان الله و بحمده زنت عرشی و مداد کلماته، و به اندازه چی؟ به اندازه کلماتش. یعنی مداد کلمات چی معنی؟ یعنی به مو اندازه امو رنگی که کلمات الله، اگر کلام الله را بخوایم که کل درختها قلم شوند و کل بحرها رنگ شوند، کلمات الله را حساب کردن به می اندازه برای الله سبحانه و تعالی حمد و ثنا هست. چقدر خوب است که انسان مسلمان صبح و دیگر گفته بره. 4 الخالق، ذات با عظمتی که تمامی آنچه را تا روز قیامت خلق میکنه تقدیر نبوده و نوشته است. یعنی رسول الله معرفی میکنه که الله سبحانه و تعالی تمام خالق است، یعنی تقدیر کننده تمام از این مخلوقات است. امام بخاری روایت میکند عن ابی سعید الخدری فی غزوه بنی مصطلق، میگه ابی سعید الخدری در غزوه بنی مصطلق میگه انهم اصحاب السبایا، یک تعداد مردم چیگن سبایا یعنی چیزایی که در جنگ ها گرفته می شدن، یعنی از این لشکر دشمن گرفته می شدن. فارادوا ان یستمتعوا بهن ولا یحملن، خواستن که اینا از اینا استمتاع بکنن ولکن اینا حمل نگیرن. فسألوا النبی صلی الله علیه و عزل، درباره عزل از رسول الله صلی الله علیه و سلم پرسان کردن. فقال ما علیکم ان لا تفعلوا، بالای شما چیز نیست اگر این کار نکنین. فإن الله قد كتب من هو خالق الى یوم القیامه، یعنی الله سبحانه و تعالی نوشته هست او کسی را که خلق میکنه تا روز قیامت. شما که هر چی بکنین اگر الله بخواد که خلق کنه او را خلق میکنه. پس الله تقدیر کننده هست. به این شکل رسول الله صلی الله علیه و سلم خالق با عظمت، خلق کننده و تقدیر کننده و ذاتی که مستحق عبادت و اطاعت است معرفی میکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.